کی شما خلاصه کردید که باید همینگونه یک گروه باشد؟ راستی برای یک خودی من این چیز کمی ترس‌آور بود. چطور من یک خودم میتوانم که در آغاز این کار باشم. بچه واقعا صاحب استعدادن. راستی یگان تا از به اهل گروه ما احتیاج ندارم که ما رو تبلیغ کنیم. چند حرف از دمیروی میتوانید چند حرف بگید؟ باید گفت. برای من رقیبم بود. یه رقیبی بود که سالم من با بحث میکردم. یکی از کارهای مشکل در سمت ایجاد این کار گروهی به حساب می رود. نه همیشه می شود که شخصان ایجادی را در یک جا جمع بکنیم و همه به یک سمت نگاه بکنند و همه از پی یک غایه، از پی یک ایده بروند. در امریکا، در اروپا، در کشورهای غرب ما خیلی گروه ها رو می دونیم که برای ایجاد و تولید این یا آن سرود یا اینکه ترانه سر یک غایه جمع می شوند و کارهای ایجادی انجام می دهند. لیکن در کشور در تاجیکستان این تجربه خیلی کم به نظر می رسد و نه همه شخصان بزرگ، شخصان کلیدی و آن شخصانی که در جامعه ما در سمت صنعت و ایجاد نقش کلیدی دارند می توانند که گروه های همیشگی ایجادی داشته باشند. لیکن خوشبختانه در تاجیکستان بعضا گروه های را واخوردن ممکن است که آنها می توانند یک گروه ایجادی تأسیس بدهند و از آغاز کار تا به امروز با آنها کار پیش میبرند. امروز در برنامه نوبتی فرصت گپ ما پیرامون همین موضوع، یعنی موضوع با یک گروه کار کردن و نه تنها خود بلکه تمام گروه را تبلیغ نمودن و ایجادات آنها را پیش بردن صحبت میکنیم و مهمان برنامه امروزه ما رستم عظیمی میباشند. سلام علیکم. سلام سیدی خوش آمدید. خوش آمدید به درگاه ما. بچه‌ها خوش آمدید. خوش آمدید. با کل مخلصان برنامه اکای زمریز خوش آمدید میگم. تماشاگران عزیز، چنانکه که ما در آغاز برنامه گفتیم، ما با یکی از چهره‌های شناخته صنعت استرادی رستم عظیمی، رستم جان عظیمی قرار داریم و با رستم جان صحبت میکنیم. در استودیوی گروپ قرار داریم و البته امید میکنیم که یک صحبت خوبه با شما انجام خواهیم داد. باشد، چرا نخواهد. رستم جان، ما پیرامون با یک گروه حرفه‌ای، با یک گروه صاحب کسب کار کردنی ایجادکاران امروز میخوایم با شما صحبت کرده باشیم. واقعا در سمت ایجاد، در سمت ایجاد ترانه و سرود با چند نفر ایجادی به طور همیشگی کار کردن خیلی مشکل است. البته از اون مشکلی دارد که همه امبیسیه های خود رو دارند، همه موقع خود رو دارد، همه در جامعه به شکل به یک نظام معرفی و شناخته شده است و واقعا یک گروه رو جمع کردن و طولانی با آنها کار کردن مشکل است. ما میخواهیم که دایر به همین موضوع با شما صحبت کنیم، چگونه یک گروه ایجادی تحت البته رهبری شما جمع شدند و ترانه های نو به نو ایجاد میکنند. خب نخست سوال این است که غایه جمع کردن چند نفر حرفه‌ای، یعنی چند نفر ایجادکار در یک سمت این کی پیدا شد و کی شما خلاصه کردید که باید همینگونه یک گروه باشد؟ تشکر زیاد. سر اول اکای عزیز شما و کل همکارانتان به این درگاه خوش آمدید. بار دیگر درود به تمام تماشابینان برنامه شما، برنامه تلویزیون و تماشابینان. از همه اساس این نیت بود، آرزو بود. پیش از آنه که ما
من تنها میخواستم آغاز کنم این پیراه رو. راستی برای یک خودی من این چیز کمی ترس‌آور بود، چطور من یک خودم میتوانم که در آغاز این کار باشم و بدون بیگانگی میخواستم دوستان خود رو در اطراف خود داشته باشم، هنرمندان و برادرانی که در حقیقت هنری بالا دارند. من قریب که 3 سال بچه رو از پی تلاش کوفتن جستجو بودم. در اول سهراب جان رو میشناختم و بعدا با دیگر اهل گروه در رفتی برنامه شناس میکنم. البته آیسته آیسته قریب که 3 سال با هم در علاقه بودیم. یکی در فدراسیون روسیه بود، دیگری در ناحیه عینی بود، یکی در دوشنبه بود. اون سرجم کردیم و گفتیم که بیاید با هم. هیچ کس نمیدونست که آیا ما رو مردم قبول میکنن نمیکنن. همه با نیتی نیک داشتیم، همه نیتی نیک داشتیم. این آرزوی من بود که من گروه خودم رو داشته باشم. بعدا سرجم کردیم اهل گروه رو و شکرانه که در سال اول سرجم کردن ما نیتی برنامه کنسرتی داشتیم و خوشبختانه این روز با هم بی پراکندگی برعکس سرجم میشیم. باز دیگر بچه جوان رو با گروه خود دعوت کرده ایستادیم و من میخوایم که در آینده یک گروهی باشیم که نامبردار باشد، کمی هم باشد، خدمت خلق و وطن، یک سهمگذار در ساحه صنعت. خب رستم جون، معیار انتخاب چگونه است؟ یعنی باید بچه‌ها با چه معیارها جواب داده توانند؟ از همه اساس انسانگری و بعداً کسب آنها، هنر آنها جای اول می‌ایستد که برادر باشند. خیلی که ما قبول کردیم همچون برادر و شکرانه که امروز ما از این چیز کمی نداریم. هر یکی بچه‌ای که با ما همکاری میکنیم در یک جایی که الکی یک اویله شده هستیم، برادر هستیم و خونه و دل در یک است. یعنی اول انسانی است، پس از آن هنر، پس از آن کار. و واقعا ما این رو با اطمینان گفته میتوانیم که در تاجیکستان کم گروهی هستند که به طور همیشگی کار میکنند. مثلا فرض کردیم یک مدت میگذرد شاید نمیدونم بدیلی هم دیگر میزنند و نوازنده ها دیگر میشوند. ما در سمت ایجاد، در سمت کار مشاهده میکنیم که بچه ها یعنی نوازنده های شما حتی در کلیپ ترانه ها اشتراک میکنند. البته این چی است؟ یعنی تبلیغی گروه است یا بچه ها واقعا صاحب استعدادند؟ راستی یکم از با اهل گروه ما احتیاج ندارند که ما رو تبلیغ کنیم. به هر حال اهل گروه من هستن و اهل گروهی در یک جایی هستیم. میخوایم که کاری که دیگر هنرمندان میکنن از عهدهش برای نگر هنرمندی اکتوری رو برای چی استفاده بریم همکاری میخوام که البته برای هم بازی کنن. در تاریخ ایجادیات من نیز نام‌های ستاره سیمای آنها باقی ماند، ثبت شد همیشه در تاریخ. و میدونید صمیمانه از دل میگم به شما تشکر زیاد. من باور نمی‌کردم که مردم اهمیت میدهند به گروه و تا این درجه از تلویزیون و از طرف ژورنالیستان، روزنامه‌نگاران برای من خیلی امروز افتخار شد که شما همین موضوع رو پیش کردید و چندین اینترویوها من میدادم، در صحبت‌ها میگفتم درباره گروه بسیار میگفتم، ولی شما اولین هستید که با این نیت و درگاه ما اومدید. امروز چند نفر هستند و مثلا هر یک انسان چون گفتید که نیت داشتم، آرزو داشتم، اندیشه شما مقدار شخصانی که در اطراف شما هستند و همجوی یک کار رو میکنید، یک کار بزرگ رو، من حالا در ادامه برنامه چند سال دیگر در مورد سرایندگی و صنعت خود رو تشکل دادن اهل این گروه من میخوام با شما صحبت کنم. یعنی حالا من میخوام که شماره رو بگید، حالا چقدر هستند و میخواید که چقدر باشن؟ البته همه خدر زیاد باشه، همه خدر خوب باور کنید. نوازنده و برادر و دوستی حقیقی هم زیاد باشد کمی نمیکنن. به هر حال 7 نفر هستیم، 7 نفر هستیم. یک نفر دیگر راننده ما نیز برادر ما شده هستن. 8 نفر هستیم و یک دادرک همراه ما امین جان بسیار میخوان که در آینده صنعتکار شوند. قریب 10 نفر هستیم با هم. 10 نفر. نوازنده ها 5 نفر نوازنده و دیگر کارگرها همه که 10 نفر. و چقدر میخواد چند نفر باشند؟ یعنی گفته که چقدر باز راستی در عموما برای سرایدن، برای که
زیباتر برای ترانه‌هایی که مثلا در معرکه و در کنسرت و اگر با صدای زنده سراییم با موسیقی زنده اگر منوازیم بچه‌ها خونند با کمتر دیگر نورسایی هست. البته این از بعدا راهبری گروه در این باره صحبت میکنند که چی نمیرسد به ما. البته در جستجو هستیم یک دو نفر دیگر نوازنده خوب لازم ما. ما در بعضن کلیپ ترانه ها در بعضن شو کنسرت ها با تمغه ارعا گروپ بعضن چهره های نو رو میبینیم که یا شاید نوازنده هستند و سرود میخونند، شاید در گروه مثلا یاری دهنده آوازهای یاری دهنده هستند و امروز الکی قریب که چهره میشوند. این سمت کاربری تا کجا در سمت ایجاد درست است بندش شما؟ من اسکران شد درباره شادروز رستمزاد میگه. شادروز رستمزاد یکی از اولین دوستانی که همراه ما این کار رو آغاز کردیم. ما هیچ کس رو نمیشناختیم. اول البته در کالج صنعت همراه سروجان میخوندیم در یک جایی و بعدا با شادروز قریب که یک و نیم سال بود ما با هم نشستیم و مینواخت ما میخوندم. همه میگوید که برعکس ما شادروز با ما بسیار آهنگ ها رو تفکر کرده است، آهنگسازی خیلی بهترین است و خود نیز سراینده است و ما خواستیم که بعد اینکه ما برنامه کنسرتی گذاشتیم و کمی هم باشد مردم معرفی شده و مردم میشناخته شدن، خواستیم که شادروز جان دستگیری کنیم و با هم چیز خوبی کنیم که تا شادروز روی صحنه بیاید. یعنی کدام آهنگی که امروز خیت شده است شما میگوید که از شادروز؟ منو کاغذ و قلم زیر علم از شادروز جان است. از شادروز است. ترانه بیزنطور از شادروز جان است. بسیار ترانه از شادروز خیلی که در تمام آهنگ ها کمک میکنه. خب در مورد انتخاب شعر، در مورد ایجاد آهنگ گروه اشتراک میکنند؟ البته به این نمیشود. تا امروز یگان آهنگی نبود که من از پیش خود همین را میخونم گفته باشم. قریب که ما آخران سالها چیزی که در یاد هست بسیارتر برای یک آهنگ قریب که ما یک و نیم سال به فکرم یک و نیم سال یک تا آهنگ بحث کردیم و در آخر اون از برش برآمدیم. یک و نیم سال باور میکنید هم به پیش تنظیم آوازی رفت که در ارنجراف میگن تنظیم موسیقی رفته هستیم کرده هستیم ولی در آخر همه از برش برآمدیم. چنین میشد و بودن که قریب 4-5 و یک ترانه رو با هم مسیحت کردیم. 3 کس راضی است 2 کس راضی نیست. اون من همین خیلی بحثات بسیارتر میشد در گروه ما و خلاص در آخر از همه اساس یک چیز که با راضیگی همه یا که اگر ما 10 نفر باشیم اگر 6 نفر ها گوید و 1 نفر نگوید اگر 4 نفر نگوید اگر 6 نفر اقالی از نگاه آوازی میشد. چنین ترانه ها نیز روی کارندگی هستند با یکدیگر با راضیگی یکدیگر کار میکنند. مثلا در جدای صنعت در جدای ترانه سرایی و سرودخوانی ما خیلی نفرانی رو میبینیم میشناسیم که با متن‌های سبک شعر میخونند، سرود میخونند، سرود ایجاد میکنند و اندیشه شما چون ما از شعرهای شما از شعرهای انتخاب کرده شما معلوم است که هر شعر یک معنی دارد و البته یک غایه دارد، یک برای روح خود رو دارد. بله تنها برای آن نه که باید یک سرودی نو شود بلکه یک چیزی هست که او ماندگار باید باشد و آینده برای جمعیت خدمت کند، برای این ملت خدمت کند. خب متن‌ها چگونه انتخاب میشوند و خیلی جدی متن‌ها چگونه انتخاب میشوند و با اون سراینده هایی که متن‌های سری راهی انتخاب میکنند و حتی در اکثر حالت خودشون مؤلفی متن هستند چند شده نسبت انتخاب متن نسبت سرایدن یگان متن این یا آن از کدام شاعر نباشه نوابسته من خیلی جدی رفتار میکنم، جدی گوش میکنم و قریب که از بسیار شاعران میگذارم که یک بار دیگر از نظر گذارونند و خود که همجوری رودکی هستم، همجوری استاد لایق هستم، نمیتونم چیزی کاسته پیشکش مردم کردم تا که مردم از این ترانه من درس گیرند و بعدا به گوششون عادت کنند که خیلی زود کاسته شد و آن سرایندگانی که چنین متن‌های راستی من چنین متن رو پست میگیرم، کاسته هم نیست خیلی پست من گوش میکنم. البته این یک
مشکلی صنعتی ماست که مردم عادت میکنن بسیار تبلیغ میکنن چون این سرنده‌ها سودای خودشون رو بسیار تبلیغ میکنن و مردم عادت میکنن وقتی یک چیزی پرمعنا میخونید مردم الکی درک نمیکنن اینقدر کلمه هاش دشوار است لیکن به هر حال باید مردم رو ما سرندگان ما اون اهل هنر حرکت کنیم که مردم به چیزی بزرگشان عادت کنن تا خود بزرگشان تا پیدا کنیم اونها از این چیزی ده چیزی بزرگ میزنن بلکه دو کلمه رو گرفته با هم جنگ انداختن و این چیز برای من یکی از اساسی ترین معیار باشه. البته اساسی ترین است که من باید که متن من عالی باشد به هر حال من گفتم میتونم بودن در ایجادات من یک دو سه ترانه ای که من کمی بی‌پروایی کردم و گفتی شما کنسرت است و سرود باید برایت لیکن در دو سه سال اخیر من دیگر حرکت کردم که نگذارم چون متن ها رو اول آهنگ ایجاد میشود یا اینکه متن انتخاب میگردد چگونه همین روند ایجاد چگونه صورت میگیرد هر گونه میشود گویا میشود که از یگون متن از یگون مثلا یکی از ترانه هایی که ما پیشکش گردانیدیم ترانه در مغز جانم غم های تو بمیرم از استاد لایق شیرینی بود من متن رو آوردم به خونه باز در همینجا بود فرقه جان شخصی گفتم فرقه جان گیتار نواختوس بود گفتم همین یه بار خون گفتم خیلی من خیلی متن بولو بود در مغز جانم غم های تو بمیرم با گفتگوی عشقت به گفتگو بمیرم خیلی پسند اومد همون از کتاب استاد خوندگی بودم و در مابین 5 دقیقه آهنگ آماده شد و البته در دوام یک هفته مالکه که توانستیم برای صحنه برای پیشکش مردم کردن بودن چون آهنگ هایی که ما از 4 بیت یگان استاد مثلا آهنگ ساختیم یکی از این ترانه دل دیوانه است یکی از اساسی ترین جایی که ترانه به خاطر چی ما ترانه رو پیشکش کنیم مرا از غیبت مردم چی پرواز مرا از تهمت هر دون چی پرواز این از استاد لایق است و من این رو گرفته به طوری همون جوانی و آتش کرد دل دیوانه کردم از پیش استاد بردم استاد آزاره بیش چندین استاد ها بردم نشوندم ترانه ها رو من یعنی از این میبرد که هر خیلی میشود از این میبرد که پس از اونی که سرود ایجاد شد شما پیش از اونی که پریمیر شود باز با چند نفر نشان میدید به این نمیشد البته اولش که اهل گروه باز گوش میکنیم بعد از ما یک چی داریم خصلت داریم همون ترانه رو میگیریم برای که آشی گرم رو کمک چی میگن خنوکچه کنی ما کمی میگذاریم از فکران اینترنت دور میشیم کمک بعد از آماده شدنش بعد از 4 یا 5 روز با از نو گوش کردن آغاز میکنیم اگر که پسند آمد بعدا پیشکش میگردیم و با چندین استادان و بسیار بزرگان دوستان پیشکش میگردیم به هر گونه دوستانی که مثلا در تئاتر کار میکنن در رادیو کار میکنن یا اینکه چی هستن در نلو کار میکنن اون پیشکش میگردیم تا گوش کنن از هر طرفی جامعه فکر خودشون یعنی فکر رو جمع میشوند و فکرها و اندیشه ها و ایرادها قبول میگردند اصلاح میشوند بودن حتی حالت هایی که ما از یک نفر گوش کرد گفت که اینجاش کمی معقول نیست گفت همینجاش معقول نیست ما آهنگی که تیار بود بار رفته از نو یا دیگر کنیم برای یک نفر شده میشود چون حالت البته که اون ایرادها اگر اساسناک باشند برای پیشبرد کار برای رشد همین ساحه خدمت کنند خب در این زمینه من میخواهم که پیرامون چون آهنگ گفتیم شعر گفتیم ترانه گفتیم من میخواهم که پیرامون دوستی صحبت کنیم چند حرف در مورد دوستی صحبت کنیم چند پیش یکی از چهره های سرشناس کشور دمیربگ این دنیا رو ترک کرد و شما در پستتان در فیسبوک و اینستاگرام یک عکسی گذاشتید که شما هر دو خیلی جوان هستید بله شما خیلی هر دو جوان هستید و این آغازی به فکرم تحصیل شما بود یک چند حرف از دمیربگ میتوانید چند حرف بگویید باید گفت دمیربگ برای شما کی بود و ایجادیاتش رو شما چگونه بها میدید او کی است چون شما این عکس رو گذاشتید من فکر کردم که شما دوستان دوران دانشجویی هم هستید البته ما با هم در سال 2004 تا 2008 در کالج صنعت تحصیل کردگی هستیم در دمیربگ در اسباب تنبور بود من در اسباب قانون بودم اسباب خلقی تاجیکی
البته دوست بودیم شناختیم صحبت میکردیم و بعد از که دمیربگ سراینده شد من ترانه‌اش رو پیشم بسیار ما هم مخلصی دمیربگ بودم صدای مخلصی صداش مخلصی همون ژانر انتخاب کرده ای دمیربگ بودم برای ما یک چیزی نوگونی بود و انتخابی متن آهنگای دمیربگ ماندگار است خود بعدی سرش اما با خبرشون از این چیز و همیشه بدونید این چیز را در خمور صحبت‌هایش میگیرد. البته بسیار البته یکی از آخران با هم قریب که 3-4 ساعت با هم نشسته بودیم صحبت کرده بودیم پیش از ترک کردنش این دنیا را بحث میکردم همیشه من با دمیربگ همراهی در یک جا کار میکردیم با یک نفر کار میکردیم اکمل واسیدی که کلیپ هم من رو میکرد هم نوارهای دمیربگ رو هم برنامه کنسرتی ما رو میگذاشت هم بنوار میگرفت هم از اون دمیربگ رو من بحث میکردم که این من باید از دمیربگ زیاد شود و اکمل نیز میگوید به من نمیگفتن راست که اکمل نیز بعد از سرش گفت که دمیربگ نیز پیش من میگفت که این چیزی رستم اون کاری من تماشا کنم مثلا برای من یک چه گویم یک دوستی ایجادی که همیشه برای رشد کمک میکرد. نه چون گفته نمیشه برای من رقیبم بود یا رقیبی بود که سالم من با بحث میکردم سالم شاید کمی هم بیخبر بود لیکن من بسیار اهمیت میدادم به کارش ولی در یک روز در یک از جون نشستم گفتم چرا گفتم همه قدر چیزای بزرگ میکنی همه قدر چیزای عالی میکنی و قدر در شبکه اینترنتی سطحی تماشاش بس خودم حیران میگفت برای چی بعد از سرش صدها برابر زیادتر تماشا کردن و به قدرش رسیدن هم به بگذار خانه خودش آباد باشد راحت شاد باشد. تشکر. از هنری اکتوری شما مو خبر داریم یعنی شما یک مدت در تئاتر هم فعالیت کرده تو چند اندازه در کار ایجادی شما در کلیپ ترانه ها در بردن توی نمیدونم من کارهای ایجادی کمک میکند؟ البته کمک میکند و یک اونجا خوندگی نیستم ولی در فکرش هم نبودم یک روز از همین تئاتر پوشکین شهر بیستان دادر خودی داشتم گفتم اکو شما سرود میخونید که اونجا تئاتر هست یک بار وید من گفتم اکای ما اکتوری زور دادر چه میگفت من اومدم گفتم خب خیلی چی بود است من راست نه از روسیه اومده بودم برای من شب خبر بود تئاتر اون من محفلگاهی که در اونجا برآمد میکنید صحنه هست و برآمد میبرید آمدم خلاص در یک صحبت با امو رژیسوری امو تئاتر استاد نازل شریفov در یک بار ما رو قبول کردن گفتن تمام تو بیای کار میکنی من تو 400 سوم پول برای ما یک بار 400 سوم پول هر ماه پیشنهاد کردم خلاص در اومدم قریب یک 3 سال بود کار میکردم تا کارهای ایجادی همچون هنرمند کار میکردی؟ بله نقش می‌بازیدی در صحنه؟ نقش گرگ رو بازی کرده هستم نقش خرگوش رو بازی کرده هستم این در نمایشنامه‌های سالی نوی هم بله بسیار نقش رو نه خرگوش نه گرگ بازی کردم خیس رو بازی کردم به فکرم هر دمی رو بازی کردم بعداً دو سه نقش بزرگ رو بازی کردم که در آزمون‌های جمهوری پیشکشی در آزمون‌های اشتراک کردیم و ما نمایشنامه ما و عموما نمیدونم از کجا پیدا شد شاید کمک میکند به شما؟ البته کمک میکند به این نمیشه همین یک چیزی چی میگن اساسی من است در صحنه همین اکتوری است که من یعنی هنری اکتوری نمیکنم البته من شرم نمیکنم پیش از برآمدن البته همه هیجان میشود پیش از صحنه برآمدن لیکن وقتی که صحنه میبرم مردم رو چهره مردم رو میبینم یک بار قرض زدم تماما 2 برابر 3 برابر هنری اکتوری ما کشیده میشود یعنی روحیه البته بجز گروه که همیشه در پهلوی شما هست و در شاید مشکل ترین حالت ها شما رو ترک نمی کنند و در تمام فرصت در دستگیری شما البته قرار دارند باز چی چیز به شما نیرو می بخشد؟ یعنی من میدونم که باید به شخص یک چیزی نیرو ببخشد تا اینکه او به طور همیشگی منتظم مانند محرک کار کند. یعنی چی نیرو میبخشد به شما؟ من حالا یکون چیزی زیبا رو میشنوم یکون از دیگر سرندگان مثلا با یکون شهر دیگر سفر میکنم
ягон ҷойи нав, ягон манзараи зебо, ягон филми хубро мебинам, ҳар як чизе ки мебинам аз ҳамон як ғоя мегирам, як чиз мегирам барои худам, як ба гуфти шумо нерӯям мешавад албатта. вале аз ҳама асос медонед, ба фикри ман ҳозир шабакаҳои интернетӣ бисёр аст ва вақт аз оне ки ягон таронаро худро мегузорим, мардум хуб қабул мекунанд ба ё дар маҳфилҳои халқ азиз иштирок мекунӣ, ҳамаи ҳаваи худаш нерӯ аст барои сароянда, махсус барои сароянда ки дар хизмати халқ будан, дар маҳфилҳои мардум будан, сароидан, ягон тарона зери ин таронаи ту мардум мерақсанду хурсандӣ мекунанд, ту мехоҳӣ ки аз он беҳтараш шуруъ кунӣ ва ҳар чиз дар зиндагӣ дӯстӣ ки самимӣ бошад, ту мебинӣ, ҳис мекунӣ. мана ба мисли Дамирбек дӯстон аз дунё ҷавон мераванд. ин низ як нерӯ мебахшад ки ягон тарона хонӣ ки дигар инсонҳо эҳтиёт бошанд, дӯст доранд якдигарро. муҳаббат нисбати зиндагӣ, дастони дуои модар ки ҳар саҳар бачам ба турои сафед кушоишкор мегӯяд ва дар як бор зиёда аз 10 боро занг мезанад. ин чиз, ҳамаи ин чиз як рӯҳбахшию, як ба фикри ман асосии зиндагӣ, ҳамин чизо нерӯ мебахшад ба сароянда ки то сарояд аз ҳар як беҳбуди зиндагӣ, аз камбуди зиндагӣ. модар шикоят ҳам мекунанд барои чи дер меоӣ, барои чи дер мебардорӣ? не мешава, ман ҳаракат мекунам албатта тезтар ҷавоб биём, лекин ба ҳар ҳол аллакай одат кардам ки ман соати 4 субҳ мегӯям, саҳар соати 12 мешавад ки аз хоб бармехезам, одат кардам, вале ба ҳар ҳол беқарор мешавад. хуб, дар мавриди суруд гуфтед ки ба шумо нерӯ мебахшад ва яке аз сарчашмаи эҷод маҳсуб мегардад. ман дар паси шумо чеҳраҳои мондагорро мебинам. инҷо аз падаратон оғозан, аз падар, гурдаҳои мана дедми, президенти кишвар имом Али Раҳмон, устод лоиқ Шерали Аҳмад Зоир Кароматуллоҳ Қурбонов. хуб, ҳамаро ман фаҳмидам ки барои чӣ шумо дар паси шумо ҳастанд ба шумо нерӯ мебахшанд. лекин як чиро нафаҳмидам, Муҳаммад Алиеву Сергей Безруков инҷо чӣ кор мекунад? инҳо оғоз аз падар, аз муҳтарам президенти кишварамон. падар бузургиаш ба ҳама аниқ аст, гуфтану шаҳр додан эҷе муҳтоҷам нест падар ба чунин муарриф кардан. муҳтарам ҷаноби Олӣ барои ман ором кардани ҳодисаҳое ки дар ин ватан буд, ба по хезондани як давлате ки муҳтоҷ буд ба чунин бузургон, бо бузургиашон ба қалби ман хеле ҷой гирифтанд ва бо чунин мардӣ, бо чунин ҷасороти баланд ки тавонистанд сарҷамъ кунанд муҳтоҷикорро ва мо озодона ҳозир дар саҳнаҳо барем, дар тӯйҳо ба омода сурудхонӣ ва озодона соати 2 шаб 3 шаб дар кӯчаҳо пиёда чарх занем. барои ин чиз ин мард хизмат карданд ва шоиста аст ки арзанда ҳастанд ки дар сари кифт аксшон ва дигар умуман дигарон низ барои ман як нерӯ мебахшанд, як зиндагии онҳо барои ман ибрат аст, дарс аст. муҳаммад Алӣ низ дар зиндагӣ тавонист он нияте ки дошта буд, орзуе дошта буд амалӣ кунад ва яке аз маъруфтарин варзишгари дунё бошад. ҷангҳояшро меписандед? яъне албатта тамошо мекунед ҳамеша? албатта. Сергей Безруков яке аз дӯстдоштатарин ҳунарманд аст ки хеле ба ман писанд аст. ҳама тарафа суҳбатҳояш, ҳунарнамоияш дар театр, дар кино, сарояндагиаш низ хеле писанд аст. аз ин лиҳоз лекин бояд икрор кард, ман низ мухлиси ҳамин ҳарду ҳастам. ҳам Муҳаммад Алӣ ва ҳам Сергей Безруков, бе муҳобо, бе дурӯғ. хуб, мо дар ҳар барнома, чун барнома фурсати гап аст, чун ҳамин фурсат мо бо шумо доир ба ин мавзӯъ суҳбат мекунем. худо кунад ки мо дар оянда вобаста ба дигар мавзӯъ суҳбат карда бошем. дар интиҳои ҳар барнома мо аз ҳамсуҳбатамон вобаста ба ягон вожае мехоҳем пурсем ва ман
چون اینجا شما در مورد مادر گپ زدید، در مورد مادرتون گپ زدید، من میخوام که از شما پرسم که همین واژه مادر به شما در قلب شما، در وجود شما چگونه واژه است؟ اینو شما چگونه شرح میدید؟ کی است مادر بنده شما؟ چونه که بنده که با تمام قلب و تمام هستیش میپسندد خدا را، قبول دارد به دل. همچون بعد از خداوند برای من، بعد از کلمه خدا برای من مادر است و من حتی تصور نمیکنم چطور باشد بدون مادر زندگی کردن در این دنیا. و مادر یک چه گویم، یکی از دستم گویم، دلم گویم، چشمم گویم، چیزی که تو محتاجی در زندگی. به فکری من چنین است. معنی زندگی واژه مادر برای من. یگان واقعه رو میدونید که با مادرتون رخ داده است و شما تا امروز از آن افسوس میخورید؟ نه، یگان کاری کردید که با گذشت وقت شما پشیمانید؟ من از سالی که خود رو در یاد دارم همیشه در کنار مادر بودم و به تمام کارش کمک میکردم. مادری ما دختر ندارن در خانم، همیشه کمک میکردم، حتی کاسهایش رو میشتم، خوراک آماده میکردم. و نه یگان بار فکر در سرم، یگان نه البته یگان نکردم، نرنجوندم و شاید رنج نباشد از یگان گفتم باور دارم، لیکن نرنجوندم. حالا گفتید که تصور کردن نمیتونم به مادر. البته به مادر خود رو تصور کردن نمیتونم. شده است باری که از اندیشتون گذشته باشد که انسان همیشگی نیست، این دنیا بقا ندارد؟ بسیار میگذرد، سالهای آخر بسیارتر میگذرد. چگونه خود رو تصور میکنید؟ خیلی بد است، حالتی بد است. البته در یک 8 سالی که من در فدراسیون روسیه بودم، اگر هر روز من با مادرم 2 بار صحبت نمیکردم من آروم نمیشدم. در نظر من چه بدیه کرده که همین روز باید من با مادرم گپ زنم که همین چند روزی من خوش گذرد. و تصور کردن گفتم که حتی نمیدونم چی میشود. خیلی من باوری دارم خداوند مهربان است و دل هر یک بنده صبر میدهد. به هر حال زندگی همین است. خب رستم جان، ما برای شما سپاس میگویم که با ما صحبت کردید و امکان شد که ما یک صحبت خیلی جالبی رو با شما انجام دادیم. من با گروه ایجادی شما و با شما کامیابی ها تمنا میکنم. البته امید میکنیم که در جدای صنعت راه های ناپیموده خیلی زیاد هستند که شما البته با این گروه در آینده با آن راه میروید. و مهم آن است که کاری که امروز شما با گروه انجام میدید این کاری بد نیست، کاری است که میماند و خدا کند که این قدم های شما قدم های استوار و از این هم کارهای بزرگتر رو در جاده صنعت گذارید. خب ما اینجا در آغاز ما در حق همه گفتیم. من میخوام که یک به یک نامشون رو بگیرید و من با تماشابینان ایشان رو شناس کنیم. راهبر گروه ایجادی گفتید؟ راهبر گروه ایجادی ما بنیاد جان رسولوف. یگان چیز نوازید خشته برای مخلصان برنامه اکایز ما. جان اسم نام خدا خد نام میبرن البته. احمد بنیاد جان خسته نباشید. سهراب جان رستموف، هنرمند ناتکرار جمهوری تاجیکستان. اونی که شما یکم با همین آشنا شده و دارنده جایزه زنده باشید. خدا خد نصیب میکند. سهراب جان البته یک هنرمند خیلی چیز انتخاب کرده است در زندگی که صدایش خیلی شیرین است. چی میگم؟ اسبا وحید صدقت شما رحمت. شادروز جان رستمزاد آهنگسازیم و برادریم و یک چیز رو بازگویم در این برنامه که همه میگید شاگرد رستمزاده و استادیم و من خیلی یک سرنده خیلی خوب
فرقت جان گیتار نواز قیوموف ترانه خنده لبهای تو را دل دیوانه این کس پیشکش کردگی یعنی آهنگی هم بسیار آهنگ هم از فرقت جان است دو دارم با من نو از مکسیک آمدم کامیون جان کاربری ما کارسوز ما کارهای تشکیلی همه طرف تشکیلی در دست هم کس میگذارد در اسباب ضرب دوداری شیر بچه ما از ما خوردیم ما دلمراد جان و یک دیگر استاد دلمراد جان ترسانی هستن امروز کمتر راهی درآمدن تونستن به هر حال همین بچه тамошобинони азиз мо дар ин ҷо суҳбатро ба анҷом расонидем ва дар оянда бо шахсиятҳо бо чеҳраҳо албатта бо мавзӯъҳои хеле ҷолиб мо барномаи фурсати гапро баҳратон пешиён мекунем ва имрӯз барномаи мо бо як пурча суруд ба анҷом мерасад мо аз аҳли гурӯҳ хоҳиш мекунем ки барои тамошобинон барои мухлисони барномаи мо як пурча аз таронаи навтарин баҷон ман шуморо акои азиз акосинҷон бояқази ҳамаи шуморо бори дигар ба даргоҳ хушомадед мегӯям хеле хуш шудем аз мавзӯи интихоб карда аз омаданатон албатта аз мавзӯи интихоб кардаатон ва ба тамоми тамошобинони барномаи шумо гуфтаниям ҳамеша саломат бошанд хонобод бошанд ва ҳамеша суруду рақсу бозӣ дар хонашон тайёр бошанд бори дигар хушомадед ду чашми масти тоҷико надорӣ با دل رحمی مسلمانی نداری دو چشم مستی تاجیکا نداری ای با دل رحمی مسلمانی نداری او مریم گل ما مریم جان و دل ما هوا مریم گل ما مریم جان و دل ما مریم زلفان تار تاره داغ دل ما مریم زلفان تار تاره داغ دل ما مریم داغ دل ما مریم تشکر